در پی حمله به سربازان گارد ملی در پایتخت ایالات متحده آمریکا که با مرگ یکی از آنها و جراحت دومی در نزدیکی‌های قصر سفید به انجام رسید، ایالات متحده ارزیابی درخواست‌های مهاجرت مربوط به افغانستان و شهروندان این کشور را متوقف می‌کند. شام پنجشنبه در این باره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا معلومات داد. سارا بکستروم از ایالت ویرجینیا غربی یکی از اعضای گارد ملی انسانی محترم با عزت و پیشقدم که خدمت را در ماه یونیو سال 2023 آغاز کرد، از زخم‌های برداشته‌اش درگذشت. با گفته رئیس جمهوری آمریکا، عضو دیگری گارد ملی که در تیراندازی 26 نوامبر جراحت برداشته بود، اندریو والفی 24 ساله است که طبیبان برای نجاتش مبارزه میبرند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که فرد متهم با حمله رحمان الله لکنوالی 29 ساله که در تیراندازی با سربازان گارد ملی زخمی شد، حالا در بازداشت است. با قول ترامپ، لکنوال ماه سپتامبر سال 2021 وقتی بیرونشوی بی سر و سامانی نیروهای آمریکا از افغانستان و سر قدرت آمدن طالبان به آمریکا کوچ بست. ترامپ افزود که اکنون مأموریت زیر رهبری او پرونده های تمام شهروندان افغانستان را که در دوره ریاست جمهوری بایدن به آمریکا مهاجرت کردند بازبینی میکند. به نوشته خبرگزاری رویترز، لکنوال 10 سال در ارتش افغانستان خدمت و در آن دوره به نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا نیز کمک کرده است. رئیس خدمات کشف ایالات متحده آمریکا جان ردکلیف تصدیق کرد که لکنوال در عملیات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان شرکت کرده است. روز 27 نوامبر خدمات تحقیقات ایالات متحده آمریکا یا خود FBI در ایالت واشنگتن که در آنجا لکنوال با همسر و 5 فرزندش به سر میبرد و شهر سان دیگوی ایالت کالیفرنیا یک چند خانه را تفتیش کرد. کاش پاتل، رئیس خدمات تحقیقات ایالات متحده آمریکا، گفت که مفتشان تجهیزات الکترونی را مصادره کرده با نزدیکان متهم صحبت کردند. این تفتیش تروریسم است، در این باره خطا نکنید. دادستان شهر واشنگتن تأکید کرد که لکنوال در مرکز واشنگتن سربازان گارد ملی را هدف گرفته است. اکنون شماری از افغانستانی های مقیم آمریکا خوف دارند که زیر فشار قرار گرفته به حمله های انتقام جویانه روبرو خواهند شد. وزیر جنگی آمریکا پیت هگست تصمیم گرفته است برای تحکیم نظم و ثبات در پایتخت آمریکا باز 500 سرباز دیگری گارد ملی را مستقر کند. ارسال بحث برانگیز سربازان گارد ملی برای تأمین نظم و ثبات در شهرهای بزرگ آمریکا از طرف حکومت ترامپ بار دیگر در مورد توجه حلقه‌های سیاسی قرار گرفته است.